یک شنبه آشی یک به یک خوره پیش از شبی دوشنبه آشی یک به یک خوره پیش از شبی دوشنبه آشی پلوی زیتون با نمودی گناگون بهر شما عزیزان شادی نماید افزون بهر شما عزیزان شادی نماید افزون پروفیل هایی اکلگین یک بار خودت رفته بین از نواری عزیزان قایل شوند رفیقان از نواری عزیزان قایل شوند رفیقان نصیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی طبع خوشی گوارا ببخش ما بر شما طبع خوشی گوارا ببخش ما بر شما از سیمای عزیه تماشا کنید ما را از سیمای عزیه تماشا کنید ما را تماشا کنید ما را سلام علیکم تماشاگران عزیز و ارجمند، هواداران و مخلصان برنامه هجوی گپ. عزیزان دلو دیدم فرصت را غنیمت دانستم ما طریق سیمای آزیا HD و البته با سرپرستی آژانسی بهره برگزاری توی معرکه‌های شمایان عزیز تنتنه مهمان خاندانی شما گردیده شدیم و اینجا من گفتنی هستم که ما چون هر وقت در قهوه‌خانه طربخانه زیتون واقع در سه کوچگی یا چهار کوچگی اینجا چهار کوچگی کروک بوده است نزدی سودی ولایتی اینجا پیشتر نامش راکتا بود راکتاش پریده برفتم بعد کروک شده و دوستان عزیز و ارجمند چون هر وقت ما گفتنی هستیم که مرحمت نمایید با همراهی اهل عائله دوستان مهمانان اینجا دوستان عزیز شما رو 30 نمودی طعام‌های ملی و اروپایی انتظار هستند. خب میگذاریم به همکاران و شریکان برنامه هجوی گپ. استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو چون هر وقت ما رو به نوار گرفته شدن و البته شمایان عزیز با چشمان اپراتوران انا همین استودیو ما رو تماشا کرده میتونید و توی معرکه‌های شما رو با اپراتورهای زمانوی تنظیم نموده دوستان عزیز سری وقت به دست شما میسپارند. و باز گفتنی هستم که دوست عزیز ما ظفر جان چون هر وقت آماده کار هستند انمی بلندگویک ها آوازهای ما عموما در بسیار واقعی تا حاضر من نگاه کنم در شبکه یوتیوب بسیاری ها میگویند که آواز این خیلی مانیتون من گفتنی هستم که تماشاگران عزیز و ارجمند ظفر جان به رحمت های کلام مرحمت اگر یگان صدا پردازی معمای پیدا شود به ظفر جان مراجعت کرده میتونید. و من درباره شرح‌ها گپ زدنی هستم چون شمایان عزیز ما از یک طرف خرسند هستیم که شمایان شرح می-نویسید نور دیده تماشا میکنید روز از روز تماشابین زیاد شده است بی اعتبار نیستم لیکن برخی از شمایان چنان نقطه سنج و نقطه دان و کنجکاوی بسیار مهربان هستید که من خودم هم قائل میمونم دوستان حتی تا کاغذچه‌ای عینکچی من دیدگیشون ببینید زنده باشد چوب دستورخونتون به این نیست چوب بنه خیلی دلتون باشد برنامه آینده به بیارید دوستان الان اینجا با خوشروکری میگذاریم چی گفتید نام شما هم میگیریم ما خدا اگر خواهد. و باز یک چیز دیگر رو گفتنی هستم که این نفر یا اون نفر رو دعوت کن میگویتون نور دیده دوستان ما حرکت میکنیم وقتی آن آدمان دریافته آنها رو دعوت کرده باشیم. خوب میگذاریم به سرپرستان برنامه امروز شرکت مال و محصولات گوشتی عزیزی چون هر وقت دوستان عزیز سرپرستی ما است و من گمان می‌رود که دوستان عزیز و ارجمند به قریبی باز یک قطار ناافغانی ها رو به بازار محصولات گوشتی وارد می‌سازند. دوستان عزیز بیخبر نمانید شرکتی مال و محصولات گوشتی عزیزی مرحمت یک قسمی گویم محصولات آنها در همینجا گذاشته هستیم لیکن بر همین هم مردم گپ زدن که برای چی در پیش
و این نفر همین ایستاده است. ما همون اون دفعه جواب دادم که همون پیشی نزدیکی باشد همون گرفته میره و گفته یک تا سوال شما بود. همین یک هفته برسید دستمی؟ چی؟ همین کالباس خانه ببرید؟ این دوستم همین زیتون فرومسادگی تمام میشه دید. بهادر جان شما رزمیر به نگاه کنید. بهادر جان خانه شما به جنجال نشاختی اتش حلال هم کنه ماندگی. دور با نمیرم استا اینجا. خب و سرپرست دیگری برنامه ما دوستان عزیز شرکت داروتریزه سازی اکاپین است. اگر شما اکاپین رو انتخاب کرده باشید پس این انتخاب شما درست است دوستان عزیز. یک قرصک میزنیم با شریکان و سرپرستان برنامه. ما یک چیز گفته گذارم همین بسیار شرها و نویسن که همین کالباس میمانیتون دیگه چیزی من نام نیست گفته من مخلصان عزیز برای وای نام ماندیم من این. بیایید خیلی میکنیم. کسی که مثلا گیریم یک نفر زن نوشته است که بی‌تمیزا همین هم لطیفه میگفتد یا یک نفرشون نوشتن که من یک دقیقه طاقت کرد تونستم شد خیلی اکو اسپای گرده شدن در کار ها گفتم تیز برامدن و نیو لیکن من گفتنی هستم که اگر شمایان عزیز نیست اگر یک لطیفه دونید یا مثلا گیریم اگر چی گویم یک استعداد لطیفه گویی داشته باشید ما شما هم دعوت میکنیم من این کس جواب میدم این کس شما بیایید دوستی عزیز چون اینجا نگاه کنید دیگه 16 تا کامera است از رفیقا همه چیز مینماید شما حرکت کرده همین شهرهای نوشتن گرید ما خواندن گیریم دوستان بعضیا از خانتی منسیسک از امریکا هم تماشا میکنیم از دولت‌های خارجی بسیاری کس مینویسند باشن خیر اکنون یک چی گویم یک گوشه وطن یک مثلا گیریم سخن‌ها یک گپ‌های مثلا گیریم وطن یاد کنید دیگه ها زنده باشن حرکت کنید تا یگان که نفری دیگر ما دعوت کنید تا امریکا بگذارونیم این برنامه چی گفتید مقیم جان خوب بشود ایسین دایره گذراندن بهش که قربش نمیرسد و همه نویستن میگه گپش که یه روز ماشین که براس هودیان اوی دوکاس دور بیرام من دور شد حد داشتم گیمی نه شدمنده ها وقتش اکو همینجور یک تا گوی و پیشخود استاد است پیشخود و یکتاش پیشخود استاد یکتاش این بیسته من یک تا گوید اکو هم ماشین اشد بگیرم میگم نی اول گوید حاضر ما قبل از سازی رفته بشتم خلاص من گفتم ماشین اشد بگیرم یک کس نیم کس نگوید جواب این انکدوت تا انکدوت بقا شده است نگوید اشد بگیرم فرام دام ماشین همین کوچه انکدوت بگوید همین خیلی حدش خندید خیران گفته گشته رحمت گفتم وسی استاد خیران گفته گشته برا بعد از دوشیرس با کوچه دیدم اونجا هم تو داشت آدم نبودید رسوا کردید اوشه حرام کردید حقارت من چه کردم شما رویم اوشه کشتی بوده است اور بچه هاش من استای حتی انیدال فشین دادم هم تو گفته بودم اتش دانشگاه اوشه کرده برآورد اوش حرام شد همین خنده کده تانیستانم در کار بوده استی چه کردن در کار؟ خنده کده تانیستان در کار بوده استی همینم نه مقاله دانستان در کار مقاله های اورسی گفته کگده یم یا گلوخ این نیم گفته تشکر زیاد سعدالله اکا استاد ما غیژک نواز بسیار ماهر خوش آمدید سعدالله اکا بهادر جان از جبار رسولوف و میگذاریم با معرفی کردن بسیاری میگویند که معرفی نکنید میدونیم نه ما میکنیم از معرفی کردن شریف جان با همراهی مظفر جان از لایحه استنداپ شاعری برنامه محکمی بحرالدین خوش آمدید دوستان و دوستان اگر شما تماشا کرده باشید در آغاز همین برنامه یک شبکه برنامه میاد من همین نفر چهره بسیار گلگونشان می‌نماید عبدالله جان دوستی عزیز ما خوش آمدید و میگذاریم با این طرف درباره توی هم عبدالخلیل بسیار گپ‌ها بسیار هست اینجا لطیفه چی با نمیگوده آش میخورد گفته این لطیفه میگوی آش نخوردم برای میکنه عالم جان محمودوف مهمانی برنامه گپ خوش آمدید سراجدین خدای مرگانوف بیایید دوستان هلالدین علاوالدین کنی واقعه های نو دیدم برفت و دوستی عزیزی ما عالم جان واحدوف خوش آمدید دوستان با یک مخلصاب میپرسن که همون شرحشان که همه جاشان کدی اعلام میکنید چون خودتانه مقیم جان عبدالفتاح رحمت عزیز فره هم خب نباشد خیلی میکنیم در آغاز
در آغاز بیاید یه کنیم یک اسباب‌های ساختمانی به اگر Stroy material. نه اسباب‌های ساختمانی Stroy material. ای خدای اسباب‌های ساختمانی Instrument. کروگا گفتن کو اینسترومنت هم اینو میدونم Drill. Bolgarka. فهمیدید از همون stroy material نمیشه. استروی متریال این سیمنت گنج خون جبار رسول فند استروی متریال همین وای مقیم جان رابوچ کدامش به داخل میشد برام رفتیم اگر بهادر جان دوستم بله. کنی یک شباهت دیم چی مردم همین اسباب‌های ساختمانی با مثلا در رو همین کلام بزد مثلا من همین طرف من همین چی با این طرف نیه نه اول طرف شما سر میکنید وای طرف ما وای طرف نگاه کنم میترسم رئیسی ما میشنه یک تو این طرف سر کردن یا اشان شریف جان یک گام ضربه شما با شریف جان مظفر جان ما بیلو کلام به مانند کردن رحمت سلام برای چی گویی چی با دستی استوبه هم در کار دستی شاگرد هم در کار بارکالله کیم خپت کن فهمیده میتونه اینو سو نگاه کرده میتاسون که آیسی کالتکه میخورن خب محکمی باریدین محکم باریدین خودش معلوم تیشه اینا تیشه چوبه گویده چوبه مثلا شیروی گفته ایسی اصولش تراشته تیشه کرده خوشبه کرده نویسته میده اگر اینا تیشه باشن اون تو نیا کنه اینا چوب دمشون گشتگی اینا یک چرخ بردن نکن اینا زشت مالا توک می. نه اینا چرخ بردن نکن شد دوربین نروید چرخ یونتون هم ده نباشد چرخ پیش اینا آوردیم با من دوستان بهادر جان دوستی عزیزی ما اینو کدام نمودی اسب Advoyim mala toka ku kalon biton dabit میکند کو. او همسایه ها دل بزنش دیگه Taka deka میکند کو. اما خودتون مانند کنن بیتونه میشل که یونتوننگه عبدالخیل کوی لمبا مانند کردم برای چی خلیقش خنوک باشدم درکاری نیست عالم جان محمودو و مهمانای شما مانند اینا مستراک نغز میساوه هم میره نغز میساوه سراج الدین Kuvaldı boyun. سراج الدین اینا دوستی عزیزم زوبیلا اینا مونده تان نزنی کار نمیکنن انا و آدم چی بمونند همین اکام صدالله که دیدم قلبی رکوی خیلی دوکاست دوکاست Ham ya ağal ver bekzolan mı? اینا قلبی میگذارن نه همه میگذارن بالاش به کلانش میماند مایدش تک به کلانش بالا میگیره ama kalon şayku Çin'de makluş diye şey bıraktı tabii. Nasıl یک کاری بهشون هست مثلا اینا راست کده مونده این مظفر جان شریف جان کردی خاکم روی اینا میچاشه همینجا به هلال الدین جان هیان دوستی عزیزیمو Deki hemi hilaldi enik kuvaldı boyun. اینا کوالدن اینا Yaxşıza dosyandı. Abi nasıl kuvalda çasıp hamile oldu. اینا لومده Löver Oscar'lar kalsın. ama اینا راست کرام اینا گرم کرام عبدالخیل کو میگن که من علاوالدین هلالدین ناز میبینم چون بگم ما لوم باشد اینا یکچو کوالده یکچو کیرکه میگن نه کیرکه هلال الدین علاوالدین سالوای بوین مالا توک بوین دیگه Ancak vayaş khöyde şudagi bola kallash khöyde şudagi bola Bir tane alimcan mı güzelim? عالمجان دوستی عزیزم کنی گابزنی چی ساختمان olimako akon do'sti azizim raisi modemi yo نه اینا شاقول ne Amir Roski meyizden. Amir Roski. اوربین ها و دیوار کجلاک میره بعد دیگه همون این عالمجان نمیشن دیوار کجلاک میره فهمیدم من همینجا به یه گله الیاس چون یخل کج برام نه رحمت الیاس جان رحمت Hidayet naçi sima başan ras سیما بشان راست اینا یک نیست رحمتای کلام بهادر جان رسا استاد کتیب یعنی هست اسکی بازمم ناز باور کنید دیرکتوری میبلنی فابریکا یک واقعه Şurada yıkar mı? دیرکتوری میبلنی فابریکا یک پروژه بردیسو پاریس به چارزنی رفته است بعد یک هفته بی اومده کارگرای همه جمع کردن
من پاریس رفتم بودم گفت تا قرابوله دارم دیگه главный انجینر خسته رئیس کوچه‌هاش چخیل بود گفت کوچه‌هاش همین خیش چیندگی نسکتی هم گشته میشه تازه بیناهاش چخیل بود بوغالتر پروسس تاریخی بیناهاش گفت قرابوله کادوین پرستای من با این کو زنکاش چخیل گفت است از زنکاش کن خیلی یاتش کشتن شما زبانی و فرانسوی نمیدونید چه کردید که گفت نه اصلا به زنکا بسیار وای بود است میفهمید که سالفیت کی بولیز استاد گرفت و رسمی فوجیره کشید در وینا گفتم بورگوند و فلان فلان رسمی تریالکه کشید خوراک و کرم زکاس کردم فرمایش کردم انا رسمی دو تا آدم چه کشید قطعی برام در رقص کردیم انا رقص دیوان رسمی دیوانه کشید گفت است قرار چخیر چیزی شد که چا کردید کی گفت هیچی نه من تو همین روز حیران که دیرکتر میبینی فابریکه بود که من اگوجو فهمید ولی مرحبا شریف چا یک تاشون نویم آمد طرف همین درسی گیوگرافیانda aytdim ma'lum bachchalar savol dodasiga keni man ba go'ytonchi همین xitoy mova nazikmi yo durmi g'od aytdi bachcha xesi kutasiga ne nazik mova ma'luma kutas hak to agujo medoni digo xoni sojida xolova har shab yakta kitayts arbeki mebiyot значит nazikde kutas yakta komandir navomdagi komandir qismi harbiy va soldatoy duqatovkada mondas و پالکونیک آمده نگاه کرده گوش کن این چوه کلان قد در ازای پیشبا ماندی و کوت و های قفا ماندی گفت اما پیش از اینجا میوه میفروختم بازار برگفتم یک کلینچک تولد کنی بر هفتگی گینکولوگ زنکی پیرکی بودن همیشه پیرکی که اوج فالبین هم شده مونده گیده ویا دخترم درایید اینجا بشینید اینجا بیو همیشه به دردی میکشته که نصفش شوهرتون با هم تیام میگفتیم و کلینچکم کاش که یه با فهمن از آقا گفته پاک سهر که بعدی تولد کرد شدن تلفن کرد داداش چخیر شما چیزی شب نسخ رفتید میگفت نه این همسایه رحیم جان رسا داد گفته گفتاد یکتا میلیونیر دستش شکسته شد استاد میلیونیری نو بود از پول دار کن پول دکتر برفته دکتر گفته است که این دستانه گیپس میکنیم ما گفت گیپس نمیکنی من پولش میتیم مرامر کن دستم دوستا عبدالله جا یکتا گرد مقیم جانکا گفته که با یکتشون کلن رادامو بودینو تولدش پگرو رفته بچه نشانتی دکون گونه اون تو نیده سیاه ها چوبای سیاه گفت تربه تازه که راست گیندم بینیتان روز کنید گم نکدید من سیاه شده بود و سیاه گفتی تانو یک گذشتی استادا یک یادآوری کنم مازبتکای رحمتی پارچه بدن کن همین آچشان گذشتگی پدرشان و مادرش گذشتگی و اکن توی های 3 روز گذشتن بعد به مزبط نوشت مزبط کستن در کار گفتیم ده رحمتی برم بیکا خیلی رفتی هم با کلکتیف فاتیه در آمدگی مزبطگاه ایما کردن که تیز برا بیتون نمیشد توی برفتن در کار تا مزبطگاه اون تو چیز محله خون پشتن قفان کردی تو توره داده گفته ایسی که چاز آمدنشان همشون ماشین بیش تاز باب بکنیم هم تو بیاد ما یه بار مبارک شود میگوییم گفتیانده آچش مدگی آدم مازده که توره وای وقت با اتوبوس که توی میرفت دیگه هم تو اتوبوس بران کلکتیو همه شتاس همشون یک جای اجاشان خسته مبارک شود گفتم مازده که حاضر جواب بودنده رحمت الهی خدا شما بایم رسالت و حالی عبدالله جان سیاه گفتن نیه گیری بسنه وای آدما وای شاید سی vereyim diyor. Grubu siyah güzel dekar. Korat ha. همین چیز حیوانونده هم بود است دیگه. هر روز ات grubu بچه‌اش که برفته است ات نیه گیر گذرد. بچه‌اش ایس وای گذرد. اکسیت سانگرونی سونی گذریم. کار آماده میکند نباشد. گربه درباره بچه سیاه گفتن رادام با چیزی شد گفت هم سچه گفت یا با نشانتی چی گفت هم تو نشانتی از زنش اکن شوهرش بود نشانتی از سیب سیاه گفتی اینا بود سیب سیاه بود استه همین خانه و ویچنی اوقاتای میسوزان تگش گیر میگیرن بچه هم سوزان دفسان همین بچه سیاه گفته ایتان دکتر برفته است دکتر رفته گفته است که دکتر گوش کنید ها گفت اگر همین چه گوجا من نقبم همونجا هم دار میکند که دکترم من میدونم آبشی چیزی چوی خیگه دستون شکستگی ده گفته است یک قسمی حربی به کمیسیون مساسو گنرال آمدگی گفتیان که کماندر به تیار شویتون کمیسیون مساس آوازورا دومساسو کمیسیون آمدگی سالده تو قطار شده است اما راهبری کمیسیون نگاه کرد کماندر به
چطوری قسمی حربی گفت همه جاش نه تک تاش نه همه خوشروی یهویی میشناسید میشم همشه میشناسم هر یکتیش میشناسم تا حتی میدونم که حاضر پایتووا پشتگی می یا نسکی پشتگی میفتاستی خیلی گفت همه خیلی من این چه پشتگی حاضر گفت اگر پایتووا پشتگی گفت سالدات پادشاه برات حقانی پایتووا دی من این نشی گفت نش نسکی پشتگی دوپا درست همه خیلی خلاص کمیسیه آشخانه هاتون چه گفت زور یا با دروی تماشا کنی خودتون هر یک کابلیزی که تکشن یکتا مرغ دی کمیسیه این قسمی حربی من گپم نیست تو گرامات دو کماندر برفته است حالا ای گنرال چیکار شد که تو همش حقانی میدونی میهویا یک جام دارم میهویا چه چیکار پایتوبای نسکی سحر که درام دم یک تا پوچ کرد به پایتوبای اتش به نسکی پوش گفتم آشخانه چیکار شد گفت آشخانه همون کابلیزی پاور روی تا مرغ بستگی بدیم گفتم وای دوگانه همسایه با همسایه دوگانه بودینو یک روز اومده جال بکراس که هم مرده که من مازش نیو پس یعنی وانه و در اومده کورچوکا پروفت ریبال که میکند گفتاس خانه باشد پسیاتر به مراجعت کنید یک نشون داد مرده که تو نخود داره شما جنمی بعضی دلی منم موهی زندگی میجود گفتاس این خودی وای باید استران زن شوی استرسوز و شوی شکر کارلاد نیستون دا داداش داره تخت راز گفت اسم خودم یکشم این خودی همه باید شد آزید زنش فربیه بودسو کیا olan gün madde gittik tamam. Şöş bu kutaski madak man şöş bu kutaski madak ma amiruz amir rögini mobil farbiye kak das diye. Amir rögini ma badana man ki jang elan kedi gud untu ne ka malum aftaş fakat plemi girom dos yani rögini. Yaktaş xonaş bu onda dırıt. Xonaş bu onda dırık şot. Madde ki biegona gaşlar. Çiziye guftin şadamsa hay man kuşuş tu ki majbur kaldı guftu buron burak. Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با توباورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود منبع گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدار وردگیش لازم من یک کارگری عادی منبع نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیلی باشد به شما در تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آن که پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعتی ما تاباور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. یک زنکی سخت بود است. زنک به نهایت سخت می زمستونه برف پرسیگر و زنک نمیداد است. سانی شویش یک فهمم چه می زنم چخیل من نسبتی من چخیل فته گوش کن زنک من خیلی من 80 با بروندیم. یه روز من مردم اونم اگر همون شیمو کاستومی ناوی پسرچم خرده دادکو آرسی همونه پوشونه من گور کن فته است. یه روز هم تو خودش مرده با انزد کامپیر این شیمو کاستوم میفروشن کام با این پول میکنم فته و سپارتیفیکه پوشونه کلاسافکه باندش گذرونده است که وای داداش من کجا پرتافته برفتید گفت فوتبال با آنها فوتبال برسی آورد یک تا جینی وگزلی پاییزی خوجان دوشنبه وگزلش به گفورف وگزل با آمده شنات دویم جینی آمده گوش کنم جانه یک تا پاییز بود خوجان دوشنبه پاییزش ایستاده که بوده جان پاییز بود نیست گفت ها براف گفت کجا آوا گفته است آفچه قلچه کویو اتا غار هیو سیاه ها همونجا با توریست ها کنیشون میشه ما چند فهم چی فته بیازگر
یانشون یه مردک اون که همین ها $30 تیاد من قاربه در آورده نشان تیام گفتیانده بعضیش داده است بعضیش نداده است همون دادگیش 4 تاش بلاس 4 چه گرفته یکی این درآمده این قاربه درونی و قاربه درونی هستن دو تا اسکلت دسته اون چند تا گفت ترجمان سراز این آدمای همون دورانی قدیم میگه نه اینها گید به پول ندادگی افتاد خیلی کنی یک تا شدیم سراجدین نه باشه نه نهار به خدمت کنیم سرکردگی ما رفتنیم ها همین فضل جان دایرچی پدرشون نامشون شما میدونید ما ایسان برادگی فضل جان دایرچی داداشون نازلاکا من آدم گفتن که بچه‌ام یک تا uşaq سمرقند خان گفتم نه یکم یا دویم بار نهار به رفتم آخو مایلش کردم میکنم خانه میکنم نخ شد اوجاش برفتم اوجاش شد همش شدم بعد اوجاش برفتم بعد حال هیجان باید گویید سکین اشوله تمام کنم بعدی نهار پیشم اومدم بچه‌ام من یک چیز فهمیدم گفتم چیزی اما گفتم تو نشید uşaq صادرخانه میدان استی گفتم چون گفتم پروادش سخنی uşaq صادرخانه که تمام کردم درباره سرودا شدگی کار گفتن یک روز یک تویانده مایو شیر محمد خدمتنده تویانده پاپولار سرودی وای صدرالدین خواندگی که از غمت نازنین گفته او پاپولار همفیلم فای داماد آمده یخی همونه پستازه که و سرودا فهماندن قرین که از غمت نازنین خوانده میگه اکا سرودی صدرالدین یا با خونده اکا سرودی صدرالدین با یا با گوش کن تو و سرودی احمد ظاهر صدرالدین هم خواندگی گفته دوره مرما اکا رستوران همین وزاره شاید چه پچیچی خوندن گیفتاس اکن دیگه سروده خوانید گفت نه من اکا ما با پولم دادگی تا آخری شب همین سروده میخونیم گفت رفته همون رو پوشید گفت اکا دیگر سروده خواند چه یک تام سروده کس کرید گفت تا همین یاد نگرد و همین خونده بگه پیش آشین نهانه اون تو خانه میشید körpeçe کده میشیکو یک تا körpeçe işte حافظ خوانداسو همین خوانده نمیتونسته زکن همه بیزار شده خسته برافته یک تا آدم شدگی بود است تو یادیش به همه خسته برفتگی اخیرا اشوله خوانده شده شما مخلصی سختی من بودید تا آخرش اشتید گفت نه من سرودت بیزار شدم تک körpeçe یعنی من هم قاید اشتید باش دوره بهترین دوره دانشجویی یک استودنت بچه اکانی بودن بود است همون حجره شنده شهرستان هم بود است یک تا بچه بیا یکمی شهرستانی باب کنم بود است حالا که تبریت که درنی و نامرنگ کراسکی نه کراسک کرده و پادش نده آمده است آشنا جان گفت خیلی باشین سونی گفته میزنی آشنا جان حتی گپ مزنه شین یا بار سونی گام میزنی آشنا جان مطلب فرمه شین یا بار ده و هم شتاس گاف زنه کو گفت شیمت پشتم هیچی می عالم جان محمودوف یه گام میزنه یک پسر پیشی داداش با اون دست دوید دادو ها گفت همیشه خوب دیدم ها نه چیزی خوب دیدی بچه هم گفت همیشه خوب بینم شما هم $100 دادید هم به پیشتان با اومدم گفتم هم مایلش گیرم ما خدا به دکور میشه اینا زور واریانتش هسته خلاص کن دوره او رادیو تلویزیون با بیفناگرام با پرمو افیر میبرامدگی دورو استاد یونس رجبی هر کسا کمیسیه راهبرش میدید خود سویته راه نمیدادگی ملا تویچه حافظه پسرشان ابوالقاسم کاودان رحمتی همونا رادیو میبرام گفته ترغان مدفوع زور موزیکانت های آوردگی برآمد میکنیم گفته اینا تو ممکن نیه گفتن که تو حال آوازه پختگی نیه آوجش خطا میخوانه بعد از پدرت این سروده خطا خواندن ممکن نیه گفته رخصت نمیدادیان ده مثلا حتی که خودشان شاگردی پدرش باشدن سال یک روز هم تو بینم پگرس که سحر ابوالقاسم کا پیش رادیو استادیان هم تو آمده ابوالقاسم تو گفت ها استاد من گفت ها سحر که اینجا استادی ارواح باید آدم ترسانده اون وقتنده روشنایی کم بودگی دار سانه ها یک خواب دیدم و تیز آمدم ها چیه گفت من دادام خواب دیدم گفت ها الهی جاشان جنت شود گفت دادام یک چیز گفته فسان نشما گفت حدسیه گفتن کنی استاد گفت و یونس بای به رفته گفت رسم کارهای بسیار کرد اکنون اسیر بیاد ما انتظار گفته است
همه خیلی گفتن گفت بیدار شوی خوابت خوش شود. تماشاگران عزیز ارجمند، پس از همین نقلی استاد رسیدیم به لحظه‌ای که شاعری برنامه به ما سخن میدیم و محکمه بریدین امروز mana ما بسیاری همین دولانچی‌های هم تماشا می‌کردیم. بله همه تماشا حتی همه کلان دولانه داشته برنامه تماشا کرده سونی های میکنیم گفتن. و همه رانندگان ماشین‌های باربردار ما گفتنی هستیم که همین صحت سلامت از خانه‌تون برآمدید، صحت سلامت به منزلتون باز رسید. خوب دوام میدید. همین سرود در وصف همین دولانچی‌ها. یعنی که در هوایی سرودی دولانه. دولانه. نوردین حیدرов خوندگان در هوای سروده دولانه دوستان عزیز ارجمند ما برای شمایان عزیز با متن دوستی ما محکمه بریدین شاعری برنامه یک سرودی را تقدیم نماییم. همه آماده؟ 3 خب مرحمت مظفر جان شما گوش درباره دولان یک تشابه درباره دولان یک زن دولان های میکنند لیکن دولانش یک چیز پارکوفکادا یک سودخانه در اون است سودخانه در اون گفته است که سودکا کروچی من نمیدونم من سروشن جدا کردن تون دکار آشم یا با استیج زیگا با فهمونید که اگر شوم سیگارت مول میکشد دختر بازی میکند سید مراد دولت تماشا میکند مول عرق میخورد بس موی جدا کنید التماس که اگر همه اینه میدانستید آخه چوش مو وای برسید گفت خیلی بیعقل بودم دیگه این خدا شکر کنید که شما بیعقل وای زن کده گفته است یک روز اکت köydeki mayda ekoş bir kutası ekon برادرش به اکا هم تو بوام به گوش نیکرس به پول تیاد گفت
کوشان گفت است که هوای بوی تویم کو رفته گوی خودت گفت هنی اکم وای تو کی ملتر شناس گفت است Yakta mardak çotta farzandlar budas, hamu Snickers ovardası çor dona Snickers ovardı. Bacha oşa qatovkada kim gapi buvasha dutta nakunat, gapi buvashba haqub gud, hamin Snickers'i hamun bemetiyam, zinachin in Snickers'i kim bemetiyam gud çottash barobar xuda tomba. Abi shudagi voqea guftamu va rahmatli Damirjonov mayda holi 5 so'la 6 so'la paytash Botirjon xonova omadi va doktor Shamba rahmatli guzashti doktor Shamba. Kari Yayrajon این چند گفته بود این مارس گفت رکلام بود که مارس گفت این چند گفته که بطور یک دو بپرسم گفته این چند گفته بود فیکس گفت اوه گشته برامده رفته خرید کرامده یک رئیسی کارخانه کابینتان را شینم یک زنک درم دست بی تختر بی و کاتبه اپشتش بای زنک دویدم دیگه دمیسته که گپ مزنم گفتست سلام علیکم کلان شما می؟ گفت رئیسم کلان کوه من دیرکتور گفتم این چه گپی؟ یک نگاه میکن تو می نمی شبش که شوهری من همین کار بهم بیام میگفت به همین گم خانه به خانه زنها میگردن این چه گپ؟ شما کجا میدونید که به خانه زنها میرن؟ من این چیزی من این پماد خانه سو زفت است من دیدم یه برو می مسئله ما حل میکنیم شما آرام شدید برفت انگلیس است اگه سال سیرکاری کش دست می رئیس کیسش بکرست پس سهار که زنی رئیس شیمش گازمان میکنه گفت آکیسی وای افته است دوام شما رئیس هیچ کی ندید است دیگه با یک درباره رئیسا گپ سوسیمو نقشون وقتی خالگی افته کاتبشون به کوارتیرنده می میگن ها افته یک تا چوچه شود دوزی میرم افته نو شوفر هم تکی پادیزو فرد جواب تو با افته نو هفده هم آشنه با خودشون گران دادوی کوارتیره هم تو برون لیف کار نکرسته 5 آشیانه با پار برو وردگی با عشق و محبت کتی پار برو بروم دیان 6م 7م 8م تا 10مش ولی دار خلوم بروم دیان ولی دار خود 15مش پر رفتم هم تو شتک نشون کردم زینه پای من توش دیانو الهیم نباشد دی خونش رفتم همین کدامی که همین خانه و آیله و اسکی یومر ما بین زن و شوهر و اسکی یومر شده ایستن حیات با شروطا شده میرد که خنده بازی خانی ماوی هم کمک وای شدگی کار اکار رفتم سالی به وقت بود کلیم به نگاه کرده گفتم وای خیچه بیا یک ناخونای دستم گیرم گم شبه آدم ناخون نمیگیرد به خاصیتش گنده شبه نمیگیرد گفت مایلش سحر میگیرم پگه گفتم تو شینم پگه روزی شنبه گفتم ممکن نه خاصیتش گنده گفت ولی هم شیشته نباشد کی به گفتم ممکن گم کی قیچی یاف شود رئیس کاتبه میگفتگی شدیانو زنشان مصلحت دادوسیان گوش کنید خوشو نباشدم نه تو خرابه که وای خرابه که خوش شده در کار نه فربی شودم شدم میگیرد بینور شودم شدم خودش به نگاه میکرده گیشه نگیریدم نه گفت تو نگاه کرده اشود اپکه خودت برامان نباشه همون رئیس یه روز خونش به رفته سو کن بچهش بگفت است که بچه هم من این روز کاری سنجشیاتون بود تو چند تا زدنی چه اجرا کرده تونستی گفت چند تا زدنی بود 15 تا گفت چند تا اجرا کرده نتونستی گفت یک چه نتونستم دیگراش значит تونستی دیگه گفت نه دیگراش به اسپید نکردم گفت است یک همون رئیس اكو این رئیسای عزتی نفس شما نرسیدو خیلی بعضن وقت میخوای کارخانه ها با هست که کاتبه بینیوهت خود شما نزدیک کاری میگیرنده یک رئیس سری زانو شما شنوندگی نویسیدن اینجا به ایتاگا گفته هم تو چشم شما کسی یکی بنام پشت در بزنه شنوندگی ده این سانی یک تا ستول برای نشستن نویسید همین ستول کم که های کسی دکو بیا گفتیم یک تا پیرزن اکم مستفید که پیرزن 6 سالشون خانه‌شونانده پیرزن هم اکم بعض وقت عجیب سوال میتونم که هم تو ایستاده چال ها کام پیر گفت شما یکان بار نمیشه زدگی میگه ویم ها نمیشه زدگی امریکانس چی گفت ها امریکانس زدگی ها خیتایات چیه و کیتای سایکو همونه چی گفت ها زدگی اوه چی گفت گوش کن من این ماشینی ولگام که کی های نزدگی افته ساعت هفی سهر رو یا مردن خواننده ریشکیته ایستد زنش اکو آمدی هست هفی سهر بوم دیان زنشون گفت جونده بودی گفت
من خانه رفاقتنده بودم. دروغ نگو خانه رفاقتنده من بودم گفتم. خود رئیس گفت رئیس نه که پولدار پاپوگای زمان مگزیم درام دستو من وقتی پاپوگی گاب میزدی تیتون گفت منین همه ایست است منینه گابی میدارید خود تون گفت $3000 خیلی خریدسو بعد از سری زمان جنجال کرد ازیم گام لذت پاپوگای تون دادی تون گفت یک تا کلاکولچ خریده برید گفت است جینگل مایلاش گاب میزند گفت ها بعد از سری روز بار رفت است جنجال کرد کی گام لذت پاپوگای دادی تون همه این نمیشه آینه چکی شانه چه برید شفت است بازی که گاب میزند پاپوگای ها شانه چکی o adası badi diyoruz bu rahatı cancı ol kadar. İnşallah şey bozun akaros. Bol gabın ederim dost. Soni meydet kaçeliçe berid bitas. Hayuçak. Zorin gabzana. Kaçeli grom bu haftası. Bad az diyoruz kursan domdas. Ha good gabı döneme papugayam good. Size good. Ve maraz avxod bitimini mi bu? درباره پاپوگای گاوزانو دو تا آشناها واقع دیدن یک تاش گفته است که همین خروزم همه خیلی دنگاسه خیلی دنگاسه گفت خروزای همسایه جمع میزنند که سر یا با همش به یک بار اتویت میتیاد تمام گفت یعنی تو یا بار اتویت میداد است که یعنی ما یعنی توی هم دنگاسه بود است گفت چخه گفت همین خروزای محله جزنات اون تو که میماند تمام یک آدم همین اکی یادم اومد یک آدم مغازی همین حیوان زوم مغازی در اودگر خیلی قفسچی بود تاگی قفسچی تو خوش رویا کردم اونجوری موش برام خیلی کراستی چند پول همین ولی صاحبش این آنچه قیمت دیگه چند فلان قدر میگیرم گفتاست موندگیش دوشنبه بیستی که گذارم داشته خانه‌اش باورده هم تو که زمان اینجا بیا بچه‌ها هم بیا اینجا نگاه کن تو گفتم تو چادرچه گرفت موش خیراستی پگه سر کی خسته چادرچه گرفت موش خیشتاست این چی بکنه که وایرون شد میگفت گشته زومگزی ما چه این خیلی نکراست گفت اینجا جا شاهدی از اینم که شویم این شام مرده سوخت است خب تماشاگران عزیز و ارجمند رسیدیم به فرجامی برنامه امروزه ما و من باوری کامل دارم که از سخن‌های بامزه ما عزیزان دل گوشه‌های شما در نکرد. خب به همه اون نفرانی که ما رو مخلصی دارند و البته ما رو تماشا میکنند من گفتنی هستم که دوستان عزیز و ارجمند حتما با برنامه گپ باشید، حتما شرح نویسید، ما البته اون شرح‌های شما میخونیم. به همه اون نفرانی که امروز تشریف آوردن به برنامه گپ ما یک جهان می‌نردار هستیم. سراج الدین عالم جان دوستی عزیزی ما عبدالله کا خوش آمدید تا یک بار دیگر و در برنامه‌های آینده ما شما حتما انتظار میشیم، حتما بیایید عبدالله کا بیایید انا شهرهای یا بریم طرفی عبدالله کا بیایید شهرهای میخوانیم گفتید با یک چیز علاوه کرده گذرم همین شهرها و گفتید تا منمی و نکلی که عینک نگیفتگی من گیفتیم بهادر جان راغم بر رفته کار کنه گفتی کار کرده آمدیم ما اجرایی هم میکنیم یکی دوستیتشون نوشتن که کنی کن چه جبار رسول انیکدوتاش ادا شد میویه خیر همین دونه میگفتم یک روز اتشون بودن که اکو هاگم چو خاندتون های خودتون نیستید و ها به همینش بس گوی خیر عزیزان سلامت باشید تشکر زیاد آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان